هستیم با اجرای پوشش رپینگ اوتر رپ NST 500 روی لوله های آبی که به سازه کولینگ تاور متصل میشن. در واقع این سازه یکی از سازه های آببنده که لوله های ورود و خروج آب باید در دیوارهای بتونی این سازه کار بشن. به این منظور یک پلیتی در وسط لوله ها به نام سیل پلیت که ملاحظه میکنی کار شده و لوله های ما از دو طرف این سیل پلیت به دو طرفش فول جوش شدن. این پلیت کار آب بند کردن دیوار رو انجام میده و اجازه نمیده هیچ گونه آب اضافی از لای درز های این دیوار رد بشه و این رپینگی که دوستان عزیز من همکارانم انجام میدن این هدفش این هست که جدای از جلوگیری از خوردگی این لوله ها باعث میشه که ارتعاشات پمپ وقتی که لوله در وسط بتون محصور است هیچ گونه آسیبی به لوله ها وارد نکنه. چون میبینیم که قبل از اجرای اوتر رپ باید لایه پرایمر رو روی لوله اجرا کنیم که در واقع فرایند سیل شده لوله رو دوبل کنیم، یک لایه پرایمر و یک لایه NST 500. دوستان ملاحظه میکنید که سازه کولینگ تاور از سازه های بزرگ و مهم صنعتیه که باید دیواراش حتما آببند باشه. در محل قطع بتون حتما باید از واتر استاپ استفاده بشه و در محل کار گذاشتن لوله ها میبینید که ما فعلا محل کار گذاشتن لوله ها رو برش دادیم و بعد از نصب لوله ها بتون ریزی کاملا این نقاط سیل خواهند شد.